سلام بچه‌ها، چطورین؟ من کسر اومدیم با یه گیم پلی که نمیشه گفت، اومدیم با یه روم دیگه ببینیم چی کار میکنیم. روم تک به تک من و علی از بچه‌هایی که بچه‌ها اینم لازم بگم که همیشه ما تو روما نمیبریم. بعضی وقتا من میبازم، بعضی وقتا حریف هم میبازه. شانسیه دیگه، حالا هر وقت هر کی زد. بالاخره یکی دیوایسش بهتره، یکی پینگش بهتره، یکی بازیش بهتره. زیاد اینا رو سخت نگیری، یا میخوری یا میبازی. 2 تا تو میزنی، 4 تا رفیقت میزنه. یعنی ببینیم چی کار میکنه. من خودم چون گوشیم آیفون 13 درست سال 60 علی چی زد، درست سال 60 FPS هم، ولی یه ذره کوچیکه برا من. علی 90 من کار میکنیم. علی یه ذره گوشیش لگ داشت، مثل اینکه صفحش خوب نبود. صدا رو نگاه، هدا نگاه کن. تو هدا بگیر، هدا بگیر، 2 هدا بگیر. سوال شد برام پیستول و 2 هد میندازه یا 3 هد. من همیشه با این کنار مشکل داشتم، از اینجا بهتر میتونم بزنم تا اون گوشه. اصلا وقتی اونجایی که جالی هست اینجا من میرم پیک میدم، یه چپایی یه جلو عقب و بعد علی میزنه. بریم ببینیم چی کار میکنیم. دوباره پوینت میدیم یا پوینت میگیم؟ فکر کنم قراره پوینت رو 2 تا تیر میزنیم، یه چارت نمیبری، یه چارت علی میزنیم. دستم نرفت، اگه نه علی برده بودیم. یه 2 تا تقدر اولش میزنی، اینجا میشینی، 4 تا تیر میزنی، میری تو کار. بعد میبینی اینجوری میزنی که ریدیم، باز ریدیم، که میخوابه. با چرا نیفتادی؟ علی چرا نیفتادی؟ علی چرا نیمردی؟ علی چرا نمیمردی علی؟ یه 2 تا تق پیک میدیم، تیر علکی میزنیم، تیر میزنه، چه هدی. من هده دوست داشتم. علی چرا تو نمیری؟ چرا من قبل از یاد به تو تیر بزنیم؟ علی بچه من روم انفورم حقیقتش از دیروز شروع کردم. اینا هیچ نبودم. بله، علی میاد و با 2 هد، بیشتر از 2 هد رد میکنه میاد. ما این سعی میکنیم یارو اصلا پیک میدن، 2 تا 3 2 تا تیر میزنن، 3 هد میخوره. هرچی آدم سعی میکنه بگیره نمیشه. نه نیت ما سعی بزن یه پیک بود و تمام. ایزی ما ایزی میزنیم همیشه. من میزنم من و بله علی. این آخریه رو اگه علی هد نداده بود من تو کاور بود. علی جان دیگه الکی نباید پیک بدی. باید جلو من پیک میدی دقیق پیک بدی.
دقیق پیک ندی پیکت ولش کن. شما شوخی هم میکنیم تو ویدیوهامون میگیم همین چون من هدفونم چون نمیذارم و درست صدا نمیگیرم خودم هم نمیدونم. چه هدی خوردی چه هدی خوردی. چه هد من هنوز این هدایی که میزنم هنوز موندگاری داره که ما میپریم 4 تا تیر ناورم نمیاد و تمام میریم برای پوینت بعدی. من 9 تا زدم اون 7 تا فعلا هم جلویم. فعلا میشین برای پشت مشتای کاور. دیدی گفتم من اینجا رو خوب نمیتونم بزنم. هیچ وقت من اینجا پیک دادم نزدم. چرا یه بار پیک. من مشکل کیف انداختن دارم. خیلی دمیج شد خیلی دمیج شدی ولی خب نیفتاد. بریم جلو. اینجا دیگه نکن. پیک میدی اتو سوراخ انمیا میزنی. اتو سوراخ انمیا هدف میگیری. اینا همیشه یادتون باشه. اتو سوراخ انمیا هدف میگیری. الان که از تو سوراخی بزرگتر بود ولی خب 11-9 ریدی دیگه نمیتونیم تو سوراخ بزنیم دیگه. اون ما را داره تو سوراخ میزنه. چون متاسفانه ما چیزی هم نداریم که بیام این یوتیوبرها میکروفون و اینا بیام جلو خودم با این شات دیگه داریم صدامون رو ضبط میکنیم. ای خدا شاید حال کن با پیستول. من با اصلا اسمم کسرا پیستول همه رو با پیستول میزنم. یکی دیگه پیک بده. هد برو جلو تمام. درسته زیاد دمیج شدیم ولی در راستای دمیج نشدن بودیم. بودو یه 2 تا تیر میزنه. اول تیر میخوریم. یه دونه پیک میدیم. مثلا من نمیدونم کجاست. خدا شاید نمیدونم کجاست. علی اینجا چی کار میکنی علی من نمیدونستم اونجایی. گفتم الان پشتی. نمیدونستم بچه ما تیر میزنیم. چه چیزی بابا. به آبه تیر مردستان کرد. خب بذار حالا به بچه های کلن ما میریم عقب 2 تا پوینت بدیم. آجی من خودم پشمام ریخته. این تیکشو میذارم این استا. این تیکاشو زدم میذارم یه دستش پوینت هم میدیم. ما دلمون میدونی دلمون قد یک گندیش که دلمون نمیاد کسی ناراحت بشه از زدن ما. بکنم اشتباه ما کلن یوتیوبر خودمونی هستیم. انشالله استریم میذاریم. من تخت میخوام استریم بذارم اگه بشه. بچه تا یه روم دیگه خدا نگهدار.